بذار واضح تر ببینیش. اینی که داره از اینجا رد میشه رو نگاه کن. ناخودآگاه انرژی جذبش میکنه رفیق. وقتی تو اونجایی صداش میزنی، اما اشتباه هم این بود که آتیشش زد. عاشقای دنیای وحشت سلام. فیلمای امشبمون از اون فیلماییه که میدونم عاشقشید. شما مگر جایی میشناسید که میخواید برید و برام فیلم بگیرید و برام بفرستید؟ آدرس اینستاگرام و تلگرام من این پایین هست، بهم پیام بدین. آقای پدرام یار محمدی از شمال سمت قلعه رودخان خونه مادر بزرگش یه عکس برام فرستاده که سلفی بوده، سلفی خودش بوده توی این تراس خونه. از این خونه قشنگای شمالیه، توی این تراس خونه ببین چی گرفته. فلش هم خودش زده، خودش شکار کرده، اصلا فیلتر نمیخواست. یه سلفی گرفته بوده و اینجا داری میبینی، اینجا داری میبینی اون قامت بلند اون سیاهی رو داری میبینی چقدر واضح تو عکسش افتاده. ویدیو بعدیمون آقا حسن حسینی برام فرستاده، توضیحاتشو تو ویدیو میده، توضیحاتشو تو ویدیو میشنویم. با سلام خدمت دوست عزیزم سروش گل. من در روستای آقا دربند هستم و از این حمام خیلی چیزا شنیدم، مثل این که انگار شب بیایم لیوان چای بذاریم، اینجا نه لیوان هست نه اثری از چایی. یعنی چی؟ یعنی جناش چای میخورن؟ جنهای چای خور. کاش که میگفتی که این روستا تو کدوم شهر کدوم استان هم هست، حداقل اطلاعات عمومی بره بالا. حالا خواستم بیام اینجا بهتون فیلم بگیرم بفرستم ببینم خبری هست آیا یا نه. خب یه لیوان چای هم براشون میذاشتی ببینیم میخورن یا نمیخورن. ولی وقتی داری ویدیو رو میبینی یعنی خبری هست. بچه من اگه بخوام فقط اون مثلا 10 ثانیه‌ای که یه سایه رد شده یه جنی پیدا کردیم اونو بهتون نشونم مسخره میشه. یه خود از قبل و بعدش براتون پخش میکنم، شاید شما هم تونستید چیزی شکار بکنید. پس با دقت ویدیو رو نگاه بکنید. امیدوارم بتونی از این کلیپ همونجا که داشتی میگفتی امیدوارم که از این کلیپ میخواستی که چیزی در بیاری، چیزی در آوردم. بیام عقب بهتر ببینیش. اون ته راه رو یه سایه فقط رد نمیشه، قشنگ اندام یه آدمو داره، دست و پاشو داری میبینی با یه قد بلند که داره رد میشه. فیلتر من اینجا کار خاصی نکرده بچه، فقط رنگار یه مقدار تغییر داد. خیلی واضح بود این جن، خیلی واضح. راستش من شهرستان سرخس هستم. آها اینجا شهر گفتی سرخس. خیلی بهتون پیام دادم راستش جواب ندادین، گفتم براتون یه فیلم بگیرم شاید جواب بدین. بچه اینستاگرام شلوغه، اون آیدی تلگرامی که بهتون دادم و فقط خواهشم برای اینجا خیلی سرده فیلم فرستادن استفاده میکنی. فیلماتون رو بفرستید تو آیدی تلگرام، سریع میبینم. این درام مثل که جوش خوردن اینجا ببینید، همشون جوش خوردن. چرا جوش خوردن؟ ببینید جوش. پس شاید یه جن رو توش اونجا زندانی کرد، جنی که رفته چای بخوره مچشو گرفتن اونجا درش خوف کرد. ولی همونجا که ما داشتیم در مورد یه جن صحبت میکردیم، یه جن از اون تعمیرات رد میشه. بچه دوست دارید وقتی دارم ریاکت میکنم دوست دارید چجوری باشه؟ یه جن داره که آی جن اونجا وای یا خدا. ولی جدی دارم ازتون میپرسم، برام بنویسید که بدونم چه مدلی رو دوست دارید. اون ته با دقت نگاه کنید. میریم رو تکرار، رو فیلتر. این توده اندامانه با اون چیزی که صحنه قبل دیدی خیلی فرق داره. این خیلی کوچیک‌تره، جمع و جور حالتش هی داره عوض میشه، ولی اون یه چیز بلندی بود که داشت رد میشه. امیدوارم در این جستجوی اولم چیزهای خوبی پیدا کننده باشید.
بچه ویدیو بعدی مال ایران نیست، پخش شده بوده، خیلی هم تو دایرکت برام براشم فرستادن. اینو نگاه بکنید. میخوام یه نکته بهتون بگم در مورد این ویدیو. یه آقایی داره رد میشه، این مثلا یه دوربین مدار بسته است، پشتش که این باشه مثلا یه شبح داره میاد و میره. یه دقیقه خودش هم شک میکنه، برمیگرده عقب، انگار پشتش یه روح داره رد میشه. اما این رو تکرارش میخوام بهت نشون بدم. اینجا فلشم خورده روش. بچه ها عقب جلو میکنم براتون. این شخصیت رو دارن به عنوان مثلا یه شبح، یه روح، این که پشت این آقاست دارن میگن. این خود روش کار شده حالت سایه طور بگیره. اما این چه سایه‌ایه که خودش سایه داره؟ این سایه‌شه. این که پایین سایه اون آدمه. ویدیو بعدی آقا معراج برام فرستاده از افغانستان. قبلا برام ویدیو فرستاده بود. الان رفته توی باغ مانندی جستجو میره، میچرخه، دوربینو میذاره، یه صحنه قشنگ میگیره، خیلی قشنگ. ویدیو دلم هست که چند دقیقه اینجا بشینم. خب آقا سروش من اینجا میذارم، گوشیمو خودم میرم به مدت 10 دقیقه 5 دقیقه. بشین دیگه معراج، چیکار میکنی؟ نفهمیدم چی شد. صدایی شنیدی، ترسیدی، تصمیم گرفتی جاتو عوض کنی؟ جون مادرم شنیدم. خب صدا از پشت دیگه دوبارش برداشت. ترسیدم. زیاد وحشت، زیاد ترس داره اینجا. باغ است، باغ. حالا من یه سنم نیست، بیلم نیست، من اینجا بذارم. الله رحمن. حالا با دقت ببین بچه ها، این ویدیو خیلی طولانی بود. میریم روی دورتون چندین دقیقه رد میکنیم. خیلی گشتم تا اینو پیدا کردم. ببین چی رد میشه از اینجا، فقط ببین چی داره رد میشه. قشنگ راه رفتنش، یه کمر خمیده رو به عقب، یه حاله سفید داره راه میره از اونجا. بفیده بذار واضح تر ببینیش. اینی که داره از اینجا رد میشه رو نگاه کن، یه نیم هلاله، رو به عقب، سرش رو به عقب، بر میگرده، میپیچه، غیب میشه. ویدیو بعدیمون آقا نوشه کوروش بزرگ، اسمشون نمیدونم، تهرانه، توی یه حسینی هست. امیدوارم حالتون خوب باشه. یه ویدیو دیگه است، بعد ببینم مدار بسته حرکت خوب داشت، برگردون دوباره میذارم. حالا ببینید یه دونه از این سایه قشنگا که دوربین مدار بسته گرفتتش. نگاش کن. فیلتر اینجا کلن حالتش رو عوض کرد، روشنش کرد. اینجا بود که کامل میتونی بفهمی داره یه دور این حسینیه میزنه. اما ویدیو بعدی رفتن توی یه جنگل، احضار انجام دادن. اونم نه یه احضار عادی، عکس فیلماشو برام فرستاده. ما حالا میبینیم با فیلتر چکش میکنیم. وقتی میری تو جنگل احضار شیطانی انجام میدی، تصاویر کاملا گویاست. باید انتظار داشته باشی که این جنی که قراره ببینی احضار کرده باشی. ناخودآگاه انرژی جذبش میکنه رفیق. وقتی تو اونجایی صداش میزنی، میای این جمجمه ها رو، فکر کنم یکی سر بوزه، یک اون بزرگ باید سر گاو باشه. نمیدونم این که الان داری دست میزنی چجوری داری دست میزنی وقتی داره میسوزه. نگاه کنید که چه چیزایی افتاده اونجا. تکرارشو ببین. میریم روی فیلتر کلی، رو کل تصویر رو فیلتره. این توده رو میبینی، این دود مانند رو میبینی که از توی اون اسکلت بلند شد اومد بالا. این اون چیزی که تو احضارش کردی.
همه چی عوض. این دوده بلند شد اومد رفت بالا. این دود نبود، چون ما دود و اینجاها داریم. اون چیزی که دیدم دود آتیش نبود. حالا وایستا یه چیز بدتر میخوام بهت نشون بدم. اون چیز اصلی که احضارش کردی و نمیدونم این چیه که اینجا هی داره گور میگیره. اصلا آلوده است رفیق، اون اسکلت آلوده است. تو نباید همینجوری دست بزنی بهش. اون انرژی تو رو میگیره وقتی بهش دست میزنی. اون اصل کاریه رو نگاه کن. اون چیزی که احضار کردی، اون صورتی که داره نگات میکنه رو نگاهش کن. حتما همیشه نباید یه تلس داشته باشی، یه ورد داشته باشی. تو یه مکان خاص، یه کار خاص تو انجام بدی، تو جذبش کردی. اما میخوام بهتون یه عکسشون بدم از یه تلس. سلام، مخلصم، شرمنده مزاحم شدم. تقریبا 3 سال بیکار شدم، یعنی 3 ساله نمیتونم درآمد داشته باشم. هر کاری هم میریم 1 ماه یا 2 ماه آخرش سری بیکار میشیم. از اینکه 2 سال زنم بهم خیانت کرد، رفت دادگاه، بازگاه هم گرفتار شدم، بعد جور زندانم رفتم، تا اینکه گفتم شاید من تلس شدم. گشتم خونه رو اینو پیدا کردم، اما اشتباه هم این بود که آتیشش زدم. شما حالا عکس کاملش رو ببینید. به نظرتون این چیه؟ اگه میتونید کمک بکنید. یه ویدیو کوتاه دارم از نتنز که اطراف کاشانه. این ویدیو رو با دقت ببینید بچه‌ها. اینجا یه راننده نیسان رو داریم که ماشینشو پارک کرده، دارن ماشین پیاده میشه. یه چیزی شبیه 2 تا چشم ما اینجا داریم که هی داره تکون میخوره. بچه‌ها الان میخوام بهتون یه نکته بدم. این 2 تا لامپو میبینید؟ میتونه انعکاس این 2 تا لامپ تو لنز باشه، چون من اینو بارها دیدم. اما نکته‌ای که هست اینه که این لامپا تکون نمیخوره، دوربینمون هم تکون نمیخوره. پس چرا این تکون میخوره؟ چرا این داره تکون میخوره؟ و نکته عجیب‌تر اینه که میشه 2 جفت، ولی ما اینجا کلا 1 جفت داریم. اینو کسی میتونه توضیح بده. نمونهشو که یه نوری اون ته روشن باشه بیفته تو لنزو داشتیم، دیدیم، طبیعیه. ولی یک کدوم اینا داره تکون میخوره. اینجا جفتش سالمه، ثابته، این داره تکون میخوره. بعد 2 تاست، ما اون ته هم 1 جفت داریم. فقط کاش که توضیحات بیشتر میدادید که اصلا چی شده، این منطقه چیه. نتنز، کاشان منطقه خیلی قدیمیه. من همینجا دارم بافت کاگلی رو میبینم. اینا بچه بافت کاگلی اینه که دارید میبینید. اما ویدیو آخرمون آقا پیمان فرستاده که نمیشه اینجا یه قلعه بود تو جاده ساوه، قبلا دیده بودم، حالا اینجا رد میشم گفتم یه فیلم بگیرم شاید داشته باشه. گربه غیب شد. بچه فیلم طولانی بوده، کوتاه کردم، یه صحنه‌ایشو میبینیم. ناش یه چیزی دیگه بگم برای بار 1000م، دیدن یه گربه به این معنی نیستش که اون گربه حتما باید جن باشه. اما اینجا یه نکته‌ای هست. یه گربه تمام سیاهه و گربه‌ها تو مناطق شهری هستن، ولی وقتی که فیلم میچرخه کامل نگاه بکنید. حالا فیلم اصلیشم که من کامل دیدم دور تا دور نشون میده تو وسط جاده است، شهری نیست، روستایی نیست، هیچ جایی نیست که غذا برای اینا. گربه‌های شهری ان بچه‌ها، پلنگ نیست که واسه بیابون باشه، واسه جنگل باشه. حضور این گربه اینجا یه خود غیر منطقیه. دیده باشید تو هیچ منطقه خارج از شهر شما گربه نمیبینید. داره میکشم این ور، داره بازی. دقیقاً داره بازی میده. همون تایم که داشتی میگفتی داره بازی میده، لای این در، از لای این در یه چیزی میاد رد میشه. جایی تکرارشو بزنید عقب ببینید. من هدف اصلی گربه هست. کجا داری میری؟ که داره تو رو میکشونه یه جایی. بیا نیاش. میبینید چقدر دوره. تازه نمیتونم بگم این شهره. اینا چراغای جاده است بچه‌ها، چراغای جاده، چراغای اتوبانه. اینا همه چراغایی که میبینید چراغای اتوبان. صدای ماشینا هم دارید میشنوید. حالا داشت روش یه نگاه کن ببینم چیزی توش میبینی؟ دیدی؟ سرده بابا، گربه است این بدبخت.
با گربه کاری نداره. منم بارها هیچی نیست. گفتم گربه ها معمولیه. نیاید بگید که جنه، ولی ما اینجا سایه دیدیم. بعد شاید سر هم رام یه بود. گربه معمولی نبوده باشه. رفتم دماوند، باید برم دماوند. لوکیشن خوبی داره. اینجا رو قبلا دیده بودم. داشتم فکر میکردم راجع به حرفت که میخوای بری دماوند. خواستم بگم لوکیشن برام بفرست که یکی دیگه اومدن اینجا رد شد. یه جن دیگه اومدن اینجا رد شدم یه شد. سری بزنم یه فیلم بگیرم. دم شما گرم. بچه‌ها بی زحمت جایی که میرید فیلم میگیرید برام لوکیشنشو بفرستید. اگه راضی بودی خوشت اومد یه لایک برام بذار. نظرت هم تو کامنت برام بنویس. سابسکرایبت هم چک بکن که هست نشده باشه.